درود بر همراهان جان. جلسه اولمون رو با عنوان عالم درون چیست ما شروع میکنیم. عالم درون به زبان خیلی ساده بخوایم بگیم همون اتصال به وجود حقیقی ماست، اتصال به بعد روحانی ماست، اتصال به منبع هستش. عالم درون به مثال یک گل یا یک پیازی میمونه که لایه به لایه هستش و هر بار که ما از یک لایه رد میشیم، وقتی وارد لایه بعدی میشیم، اون آگاهی قبلیه خود به خود میره کنار، چون یک آگاهی خیلی عظیمتر از اون رو ما دریافت میکنیم و متوجه حقایقی میشیم که تا اون لحظه بهش آگاه نبودیم. اگه بخوایم خودمون رو، انسان رو تشریح بکنیم، انسان یک موجود دو بعدی هستش که تشکیل شده از بعد جسم و ماده و بعد انرژی و روح هستش. حالا ما چطور میتونیم به عالم درون راه پیدا بکنیم؟ در عرفان ما دو نوع عرفان داریم، یکیش عرفان نظریه، یکیش عرفان عملیه. عرفان نظری به اون عرفانی میگیم که یک فردی ممکنه سالیان سال تحقیق کنه، هزاران کتاب بخونه، با افراد بزرگی رفت آمد داشته باشه، ولی چون درونش زلال نشده، به خودسازی و پاکسازی درونش نرسیده، هیچ درکی از چیزایی که خونده و شنیده نداره. ولی عرفان عملی اینطور نیست. در عرفان عملی شخص وارد خودسازی میشه، پی به ناخالصی های وجودش میبره، میدونه که باید خودشو بکوبه و از نو بسازه. وقتی که شخص پاکسازی میکنه، درونش رو جلا میده، اون ناخالصی هایی مثل دروغ، ریا، نفرت، غیبت، طمع، ترس، وابستگی، همه اینا مانند غبارهایی هستن که درونمون رو، اون آینه وجودمون رو پوشوندن و مانع دیدن حقیقت میشن. کسی که به خودسازی میرسه، به اون مرحله خودسازی، یک بند خیلی بزرگ از وجودش کنده میشه و اون بند اسمش تعصب هست. بزرگترین جهلی که ما میتونیم داشته باشیم و از وجودش بیخبر باشیم همین جهله، همین تعصبه. تعصبی که مانع پیشرفت ما میشه، مانع تعالی ما میشه. کسی که تعصب داره میگه حقیقت اون چیزیه که به من گفتن و من اونو قبول کردم. حقیقت نزد یک مسلمان اسلام و قرآنه. حقیقت نزد یک مسیحی عیسی مسیحه. نزد یک یهودی دین خودشه و نزد یک عارف یا صوفی به عنوان مثال حضرت مولاناست. در حالی که حقیقت جدای از همه این هاست. حقیقت نه اون چیزیه که مولانا گفته، نه اون چیزیه که حضرت عطار گفته، نه چیزیه که پیامبر گفته، امام گفته، هر کسی گفته. حقیقت فقط درون ماست و ما فقط زمانی میتونیم به درون بریم که خودسازی بکنیم، ذهن رو از تمام اطلاعات خالی بکنیم و این کار خیلی سختیه. باید جرأت داشته باشی، همه چیزو بذاری کنار، یک بار کافیه، یک بار این اتفاق بیفته، بعدش راه باز میشه. سخت ترین مرحله اینه اون تعصب رو بذاری کنار، ببینی پشت اون چیزی که فکر میکردی حقیقته چی قرار داره. درود خدمت همراهان گرامی نوای عشق. جلسه دوم رو شروع میکنیم که ادامه عالم درون هست. همونطور که در جلسه اول گفته شد، انسان یک موجود دو بعدی است که متشکل از دو بعد انرژی یا روح و بعد ماده یا جسم است و مرز بین این دو میشه روان یا ذهن که در عرفان همون نفس هم بهش گفته میشه. حالا انسان هرچی به سمت شناخت بعد انرژیکی و روحانیش پیش میره، در واقع سفر به عالم درون میکنه.
سفر به درون یعنی کشف خود، کنکاش خود. ولی این سفر اینطور نیست که بگیم مثلا یک باره به درون میریم و تموم میشه. نه، چون لایه به لایه هست عالم درون. هر بار لایه ای از خودتو کشف میکنی. حالا اگه به زبون ساده بخوایم بگیم، اینطور میشه گفت که هر بار دری از این عالم بی‌نهایت رو به روی خودت باز میکنی و نسبت بهش شناخت و آگاهی پیدا میکنی. حالا بیایم رفتن به درون رو ساده ترش کنیم. میشه اتصال با منبع. حالا هر کسی با توجه به باورهاش روش اسمی گذاشته و به طریقی این اتصال رو انجام میده. یکی میگه وصال الهی. ممکنه حالا فردی مذهبی باشه و اهل دین و اینا که این اتصال رو با اعمال و ارکان دین به جا میاره. یکی عرفانی هست با اعمالی مثل ذکر و سما و این اعمال این اتصال رو برقرار میکنه. یکی با مدیتیشن و مراقبه، یکی با علم. الان دیگه حالا به دوره‌ای از آگاهی رسیدیم که فیزیک کوانتوم خیلی راحت داره اون چیزی رو که در ادیان و عرفان اومده رو ثابت میکنه. حالا هر اسمی که داشته باشه این اتصال، مثلا بگیم رسیدن به خدا، چیزی نیست که یک بار اتفاق بیفته و بگیم در یک روز خاص یا زمانی خاص یا در نقطه‌ای خاص قرار ما به اون وصال الهی یا درک حقیقت برسیم. و این وصال و رسیدن به حقیقت وجود مرحله به مرحله انجام میشه و اینطور نیست که بگیم رسیدم و تموم شد، بلکه هر بار که ما تصمیم میگیریم به درون سفر کنیم، لازمش این دوتا کاره. یکی خودسازی و پاکسازی وجود که با پاکسازی ناخالصی هامون رو خالص‌تر میکنیم، درونمون رو جلا میبخشیم و زلال میکنیم که ذهن و نفس به کنترل ما در میاد. و یکی مراقبه، ولی نه اون مدیتیشن و مراقبه‌ای که اکثرا انجام میدن که قرار صاف بشینی و تنهایی یه گوشه بری و نفساتو بشماری و یه عده کارهای خاص بکنی و بعد طبق چیزایی که شنیدی کم کم وارد فاز توهم بشی و بگی نمیدونم نور دیدم، موجودات عجیب، صداهای عجیب، که اینا همش باز کار ذهنه. مراقبه اینه که با تمرین از کمترین زمان شروع کنیم، مثلا روزی از 10 دقیقه تا به 24 ساعته برسونیم، که مراقب افکارت باشی، که مراقبت از افکار رو یاد بگیریم. قطعاً به مراقبت اعمال هم میرسیم، چون همون افکار ما هستن که تبدیل میشن به اعمال. اتفاقاتی که در عالم بیرون یعنی زندگیمون رخ میده، قبلش در عالم درون یعنی عالم ذهن و انرژی خلق میشه و تجلی اون میشه اتفاقات عالم بیرون. پس مراقبه یعنی هنر کنترلگری ذهن و نفس که عامل ایجاد افکار، احساسات و اعمال ما هستن. پس اولین شرط خودسازی اینه که با خودت رو راست باشی و ایرادات و ناخالصی‌هاتو ببینی و اصلاح کنی. و دومین مراقبه یا مشاهده‌گر بودن ذهن، وقتاییه که خودتو گول میزنی و متوجه هستی ولی خودتو توجیه میکنی. زمانی که بتونی مشاهده‌گر ذهنت باشی، اون لحظه‌ای که ذهن داره تو رو گول میزنه متوجه میشی و گولشو نمیخوری. بعد مراقبه گری باید یاد بگیری که چطور ذهنت رو خالی از آموزه ها بکنی. یکی از سخت‌ترین چالش ها متمرکز کردن ذهن در حال و اکنون الان هستش، یعنی از زمان خارج بشی، درگیر گذشته و آینده نشی. در این صورته که کنترل ذهن یا همون نفس میفته دستت که دیگه تو رو به صورت ناخودآگاه به گذشته و آینده نمیبره.
این بحث زمان هست که در جلسات بعدی در موردش گفته میشه. همون صاحب زمان شدن، کنترل ذهن و بودن و متمرکز شدن در حال. و یکی از چالش های دیگه خالی کردن ذهن از تمام آموزه هاست. زمانی که قرار ذهنت رو خالی از آموزه ها کنی، به عجیب ترین قسمت این سفر میرسی. و از شگفتی های این سفر اینه که نسبی بودن جهان رو متوجه میشیم. یعنی اون چیزی که تا دیروز کمک تو بود که بتونی تا این مرحله بیای بالا، امروز دیگه همون چیز خودش حجاب و پرده هست. تا کنار نذاریش نمیتونی عبور کنی، نمیتونی لایه بعدی رو بری و باید هم از این لایه عبور کنی. نمیرم و نمیخوامم نداری.